میذاری نفس بازیگر بشه؟ تو دوست داری بازیگر بشی؟ بله. دوست داری دیگه. ما اجازه میدی به عنوان پدر؟ آره دیگه. هیچ مشکل نداره. حال دخترت چطوره؟ خوبه. تو اضافه نکردی؟ من نه یه دونه سخت بود. خیلی هم علاقه‌مند به بازیگری و جدی؟ بله. با تو بیشتر رفیقی یا با مامان؟ قاعدتا دخترها با مادرشون تو یک سنی بیشتر رفیق میشن. تو باش چجوری رفیقی؟ من خیلی پدر سختگیری نیستم. اهل گفتگویی باهاش؟ بسیار. خیلی مادرش میگه که آقا درس بخونه فلان آنلاین، میگم آقا ول کن، ما خودمون هفته می آوردیم، حالا این آره کن یالا چه گیریه میدیم به بچه. چند روز پیش ازش پرسیدم، بهش گفتم دختر پژمان بازیگی بودن چطوره؟ خوبه یا بده؟ گفت بعضی اوقات خوبه بعضی اوقات بده. گفتم بدیش چجوریه؟ میگه تو مدرسه مثلا اولین بار روز اول که میرم